مار مرغ رو نیش زد و وقتی بدنش از زهر میسوخت، مرغ رفت به سمت لونه تا پناه بگیره. ولی بقیه مرغا بیرونش کردن تا زهر به بقیه سرایت نکنه. مرغ لنگ لنگان در حال گریه کردن رفت، نه به خاطر نیش مار، به خاطر طرد شدن توسط خانواده خودش، درست زمانی که بهشون نیاز داشت. اون رفت ولی از تب میسوخت و در برابر شب سرد بی‌دفاع بود. بقیه مرغا رفتنش رو تماشا کردن تا وقتی که در افق محو شد. بعضیا به هم دیگه گفتن بذار بره، اینجوری امن‌تره. و وقتی مرغ توی افق بیکران ناپدید شد، همه مطمئن بودن که دیگه مرده. حتی بعضیا به آسمون نگاه می‌کردن تا شاید لاشخورها رو ببینن. زمان گذشت. خیلی بعدتر پرنده‌ای به لونه اومد و خبر داد خواهرتون زنده است. اون توی یه غار دور از اینجا زندگی میکنه. حالش خوب شده ولی یکی از پاهاشو به خاطر نیش مار از دست داده. اون نمیتونه غذا پیدا کنه و به کمکتون نیاز داره. همه جا سکوت بود. بعد بهونه ها شروع شد. نمیتونم برم، دارم تخم میذارم. نمیتونم برم، دارم دنبال دونه میگردم. نمیتونم برم، باید از جوجه ها مراقبت کنم. یکی یکی همگی درخواست رو رد کردن. پرنده بدون کمک به غار برگشت. باز هم زمان گذشت. چند روز بعد پرنده برگشت، اما این بار با یه خبر تلخ. خواهرتون از دنیا رفته. اون تنها توی غار مرد. الان کسی نیست که دفنش کنه. در اون لحظه سنگینی عجیبی فضای لونه رو پر کرد. اونایی که در حال تخم گذاری بودن ایستادن. اونایی که دنبال دونه بودن دست نگه داشتن. اونایی که باید از جوجه ها مراقبت میکردن برای یه لحظه بی خیالشون شدن. پشیمونی بدتر از هر زهری بود. از خودشون میپرسیدن چرا زودتر نرفتیم، و بدون اینکه به مسافت یا سختی راه فکر کنن همه راهی غار شدن. الان برای دیدن خواهرشون دلیل داشتن، ولی دیگه دیر شده بود. تو زندگی وقتی زنده‌ای خیلی‌ها حتی حاضر به عبور از خیابون برای کمک بهت نیستن، ولی وقتی مردی حاضرن از دنیا رد بشن تا دفنت کنن. و بیشتر اشکایی که در مراسم خاکسپاری ریخته میشه نه از درد بلکه از پشیمونی و حسرتن. اگه رشد رو دنبال نمی کنی احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی بینی. ولی اگه این کار رو انجام میدی تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.